سلام دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. یه موضوعی که دغدغه خیلی از داوطلبانه و الان که رسیدیم به اصطلاح خرداد ماه و دیگه کم کم یک سال و اندی تا کنکور 1402 باقی مونده، هنوز ابهاماتش برطرف نشده و این مشکل اصلی داوطلبان 1402 الان و تعداد سوالاتی که در یه هفته گذشته از ما پرسیده شده برای بحث کنکور 1402 خیلی رفت بالا. برای همین تصمیم گرفتم یک ویدیو کوتاه 1 دقیقه آماده کنم و بهتون بگم جریان چیه. دوستان، قرار بود هفته اول اردیبهشت ماه، یعنی حدود یک ماه قبل، آقای پورعباس بگن جریان چیه و به طور کلی شفاف کنن که قرار کنکور 1402 چطور باشه، اما متاسفانه هنوز مشخص نکردن. چرا؟ چون ابهاماتش خیلی بالاه. همونطور که من قبلا بهتون توضیح دادم، اینقدر ابهاماتش بالاست که حداقل بعد 2-3 ماه فشرده تایم بذارن ابهامات برطرف کنن. پس هنوز هیچی مشخص نشده، اما امیدوارم طی روزهای آتی مشخص بشه. امیدوارم همگی موفق باشید.